بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد هستم آقای انصاری. محمد بفرمایید. حالا شما خوب آقای انصاری؟ خوب هستی؟ سلامت باشید، تشکر از شما. آقای انصاری ببخشید این کلیپی که شما در رابطه با حج پخش کردید، بله چند نوبت شما فرمودید که امام زمان کعبه را خراب میکنه. بله من اصل این حدیث ها کار ندارم حالا راسته یا دروغه، ولی تو کتاب صحیح مسلم یا حدیث های دیگه هم هست بله که خود حضرت رسول الله هم میخواستن این کار را بکنن. درست. یعنی نقد شده به همسرشون که فرمودن اگر به خاطر قوم تو که نزدیک دوران کفر نبودن، من اصلا کعبه را با خاک یکسان میکردم، از نو دوباره درست میکردم. بله چند تا حدیث پشت سر هم هستش که عبدالله ابن زبیر هم اون موقعی که حمله کردن یزید و این برنامه کعبه بله. خراب شد و اینا. چرا کعبه را خراب میکرد؟ به دلیل چی؟ به دلیل چی خراب میکرد؟ بله؟ چرا خراب میکرد؟ کی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون حدیثی که در کتب اهل سنت هست چرا میخواست کعبه را خراب بکنه، از سر آباد بکنه؟ میگفتن که دراش مثلا درش اینور بوده، یه مقداری هج بیرونه، باید بره داخل یا در مثلا از اون ور بوده، حالا این وره. بله خلاصه دستکاری شده بوده، می‌خواستن درست کنن همونجوری که مثل ابراهیم درست کرده درست کنن. خب ببینید آیا پیامبر صلی الله علیه و این کارو کردن؟ این کارو کردن؟ نکردن. گفتن من به خاطر که شما قوم شما نزدیک کفر هستش این کارا نمی‌کنن و اگر این نبود هر آینه من کعبه را تخریب می‌کردم و آن را بر بنای ابراهیم می‌گذاشتم. یعنی این کعبه که زمان ابراهیم هست نیست. خب آیا امام زمان همون کاری رو میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن انجام بدن؟ حالا شاید بالاخره منظور این باشه. البته من اون حدیثا که قبول ندارم، میدونم که شاید نمیشه. ببینید آقا محمد ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم، احمد جان اگر تصویری از کعبه رو بتونی نشون بدی، یک قسمتی از کعبه رو وقتی مشرکین میخواستن که خانه کعبه رو آباد بکنن، پولشون کم اومد، چون اونا میگفتن که خانه کعبه رو باید با پول حلال درست کرد، چون پولشون بیشتر پول سود و پول حرام بود. اینا اعتقادش هم با پول حلال باید کعبه رو درست کرد. همانقدر پول حلال پیدا کردن که کعبه رو به همین اندازه‌ای که از ساختن، یک قسمتی از کعبه بیرون موند که فعلا با یک نیم دایره جدا شده و اگر دیده باشید موقع نماز کسی در داخل موقع نماز فرضی کسی این قسمت نیم دایره‌ای که می‌بینید، بله همین قسمت نیم دایره‌ای که هست در اینجا، این قسمت که وقت نماز جماعت کسی نماز نمیخوره، این جزء خانه کعبه بود که مشرکین وقتی خانه کعبه رو ساختن این بیرون موند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه فرمودن که اگر این قوم تو، یعنی همین قوم قریش، یعنی تازه مسلمان نمی بودن، کعبه رو خراب میکردن، بر همون اساسی که ابراهیم علیه السلام ساخته بود میساختن. اما آقا محمد، این کتاب الوافی، شما میدونید که آقای فیض کاشانی یکی از مفسرین بزرگ شیعه است و کتاب وافی هم یکی از کتاب‌های معتبر شما هست. در این کتاب وافی که در اصفهان هم اتفاقا چاپ شده، در اینجا اینم شناسنامه‌اش، در حدیث 14502 در اینجا میگه وقتی که امام زمان میاد مسجد کوفه، میگه که یا اهل کوفه، این از حضرت علی روایت کردن که اهل کوفه قد حباکم الله عز وجل، الله عز وجل شما رو دوست داشته، کسی دیگر رو مثل شما دوست نداشته. این کوفه مصلای آدم است و بیت نوح است و بیت ادریس است و مصلای ابراهیمی است. میگه که تا اینجا میاد که ولا تذهب الایام واللیالی حتی ینسب الحجر الاسود فی، شب و روز نمیگذرد مگر اینکه این حجر الاسود آمده در کجا نصب میشه؟ در مسجد کوفه. ببین برادر عزیز و گرامی، امام زمان میاد منظورش نیست که بر اساس
دوران حضرت ابراهیم بسازه. حالا من روایت های دیگری هم اینجا دارم زیاد از کتاب های شما. اصل این است که قبله رو میخواد به مسجد کوفه عوض کنه، یعنی وقتی امام زمانی که اومد دیگه کسی به طرف کعبه نماز نمیخوره، به طرف مسجد کوفه نماز میخونه. متوجه شدید؟ بله اینا که باطله، خلاف قرآنه، اینا اصلا همه اینا رد کرده. اینا تو به قولش کی رد کرده؟ کجا رد کرده؟ یه کسی که اینو رد کرده باشه. شما نگاه کی رد کجا کرده؟ رد کرده؟ کی رد کرده اینا رو؟ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، خود حضرت رسول الله. این که کعبه کنن خلاف قرآنه، اصلا باطله. عزیزم اینو از امیرالمومنین کتاباتو نقل کرده، از علی ابن ابی طالب نقل کرده، امام جعفر صادق اومده رد کرده. آقای انصاری اینا که نمیگن بابای من اینا گفته، میگن حضرت علی اینا گفته. خب این که مشخصه. ما دستورالعمل داریم، نگاه کنید، دستورالعمل داریم از امام باقر، صفحه 88 همین حدیث کافی. خب بله. اونجا خودش نقل میکنه، خود کلینی هم تازه نقل میکنه در کافی، تو قسمت مقدمه کافی خود کلینی هم میگه شما حدیثا رو که میبینید با قرآن تطبیق بدید، نگید تو کتاب کافی اینا نوشته. اگر رد به قرآن بود، خلاف بود، اونا رد کنید. همین کلینی گفته تو مقدمه جلد اول کافی. حالا این که میخواد قبله رو عوض کنه، بخونید همین مطلب رو بخونید، همین مطلب رو بخونید در کجا گفته؟ این مطلب رو بخونید. ببینید اینا تو مقدمه جلد اول کافی بخونید مطلب رو بخونید. کلینی اینا گفته که شما حدیثا را 3 جهت هستش. یکیش که اینه که اگر با قرآن مطابقت نبود اونا رد کنید. اون قول عموم مردم هم که میبینید مثلا مردم میگن اونا رد کنید. و حدیثایی که بر تطابق با قرآن داره و اتفاق نظر بر چیزا هست اونا قبول کنید. اینا خود کلینی گفته تو مقدمه جلد اول کافی. بخونید همین مطلب رو بخونید. کجا؟ واسه ما اجازه بدید من بخونم. اصلا اینا که مشخصه، 100 تا هم بخواد بیارید اینا هستش. اینا چیزی نیستش که بیا ما اصلا از امام صادق بیا نگاه کنید. ما دیشب هم با صحبت کردیم با یکی دیگه. شما فرمودید که آقای کلینی گفته که حدیثایی رو که من آوردم به قرآن تطبیق بدید، تطبیق نخورد به قرآن بندازید دور. همین مطلب رو بیارید. تو شما مقدمه نگاه کنید. اجازه بدید من بگم شما. تو مقدمه جلد ببینید. کجا رو بگم؟ اعرضو اینجا گفته ببینید اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه و ما خلف کتاب الله فردوه. این که دیگه مشخصه دیگه. این تو کتاب کی گفته اینو؟ کی گفته؟ جلد اولش مقدمه خود مرحوم کلینیه. حرف کیه این؟ حرف کیه؟ ایشون میگه که حدیثایی که نقل میشه، نگاه کنید، میگه این حدیثا که در داخل کتاب‌ها میبینید توضیح میده که حدیثا رو همینطوری قبول نکنید، اینا رو اینجوری نگاه کنید، بسنجید بعد قبولش کنید. این چیزی که مشخصه. همین حرف رو آقای کلینی گفته در مورد کافی. شما فرمودید در مورد کافی گفته. این رو بیارید که گفته باشه که کتاب کافی که نوشته که نمیاد در کتاب مثلا جای دیگه مشخص کنه. وقتی که در کتاب کافی تو مقدمه خود کتاب گفته میشه مربوط به خود همین کتابه یا کتابای دیگه، فرقی نمیکنه. حدیث داره میگه. شما خودتون حدیثاتون رو میگه تو زبالدان حدیثای ما برمی‌دارن اینا رو میدن. بعد شما تو زبالدان ما برمی‌دارید اینا رو میگی. آیا کتاب کافی کتاب زبالدانه؟ نه، شما کتاب کافی زبالدان نیست. خب ولی حدیثای هم هستش. من در کافی نگفتم. شما هم از کافی نخوندید. تازه تو کافی هم باشه، ما که تعصبی نداریم. خودشون دارن میگن آقا جون من بیاد من چند تا حدیث دیگه بخونم برای شما. آقای محترم، همین روایتی که همین حرفی رو که شما در مورد احادیث گفتید، این در مورد احادیث کافی نیست و هیچ وقت کلینی ادعا نکرده که احادیثی که در کافی آورده احادیث ضعیف است، بلکه ادعا کرده که هر چه که در کافی آورده صحیح است. اینو خودش ادعا کرده در مقدمه میگه. ثانیاً آقای انصاری این تو کتاب خود کافی جلد اول، من که از خودم نمیگم، الان براش خوندم، برای شما خوندم که مرض نداره اینا رو بنویسه. برای چی نوشته اینا رو؟ پیشگفتار مترجم در اصول کافی، در همین کتاب کافی که در ایران چاپ شده، پیشگفتار میگه که
بعضی از علمای برجسته شیعه مانند مجلسی اول و سید نعمت الله جزاری فرمودند کتاب کافی به نظر مبارک حضرت صاحب الامر رسید و مورد تحسین آن حضرت قرار گرفته است و فرمودند الکافی کافی لشیعتنا، کافی برای شیعیان ما کافی است. همین اشتباه، همین چیز الکیه در آوردن. من در آوردی همین. شما نگاه کنید اصلا تو کتاب کافی آقای انصاری گوش بدید، تو کتاب کافی اصلا یک بابیه، یعنی باب الاخذ بالسنت و شواهد الکتاب. اصلا یک بابیه که شما هر چی که حدیث دیدید با شواهد قرآن و سنت تطبیق بدید، اگر خوب بود بپذیرید، نبود رد کنید. اصلا یک باب داره تو کتاب کافی. آقای محترم، آقا محمد، به خاطر اینکه بینندگانمون ناراحت نشن، شما نص حرف کلینی که گفته باشه که آنچه روایت هایی که در کافی اومده شما به قرآن عرضه بکنید مخالف قرآن بود بزنید به دیوار. میشه همینو لطف بکنید بخونید کامل؟ آقای انصاری من همینو احمد جان کتاب جلد اول کتاب اصول کافی رو بردار بیار از بخش علمی شبکه. من میگم آنچه که شما میگید خلاف واقعیت هست، نمیگم دروغه، خلاف واقعیت هست، بلکه کلینی معتقد بوده آنچه که در این کتاب جمع کرده همه صحیح هست. نه پس چرا اینا رو گفته؟ بخونید کامل بخونید. من که خوندم برای شما. گفته باشه که این هر حدیثی که در این کتاب کافی اومده، حدیثی که در این کتاب کافی اومده عرضه کنید بر قرآن، آنچه مخالف قرآن بود بزنید به دیوار. نگاه کنید من فارسی اینا میخونم برای شما، عربیش هم که براتون خوندم. عربیشو بخونید. میگه پس بدان ای برادر که خدا هدایت کند، کسی را نمیرسد که به نظر خیش روایت مختلفه ای را که از امامان علیهم السلام رسیده است تشخیص دهد مگر به دستور خود امام علیه السلام. خب و آن به یکی از سرا است: یک، روایت را با قرآن بسنجید، آن را که مطابق قرآن است بگیرید و آن را که مخالف است رد کنید. این چیزی که در مورد عموم روایات است، در مورد عموم روایات است، در مورد کافی نیست. شما فرمودید کافی. در مورد کافی. آقای انصاری شما که ماشاءالله واردید، وقتی در کتاب خودش میاره میگه روایت ها را مطابق بگیری، بله میگم حرف کی رو نقل میکنه در اینجا؟ حرف کی رو نقل میکنه؟ والا این که مشخص شد، این دیگه کاملا مشخصه. شما پس پذیرفتید که خود حضرت رسول الله و صحابه و کسانی دیگه معتقد بودن که این کعبه‌ای که الان موجوده کعبه‌ای نیست که در زمان حضرت ابراهیم بوده. اینو قبول دارید یا ندارید؟ همون کعبه است، قسمتی از اون کعبه بیرون مونده، قسمتی از اون کعبه. امام زمان میاد این کعبه رو خراب میکنه، مسجد النبی رو خراب میکنه، حجر الاسود رو ور میداره میبره در مسجد کوفه نصب میکنه که قبله به اون طرف تغییر بکنه. این چه ربطی داره به خراب کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ حدیث باطلیه. این خلاف قرآن. به چه دلیل؟ به چه دلیل باطله؟ به دلیل اینا آقا حدیث باطله برای که خلاف قرآن. آقا محمد بله عزیزم، شما حدیث ها رو همینطوری میگید این باطله این صحیح است. من یک خواهش از شما دارم. یک خواهش از شما دارم. تعریف حدیث صحیح رو در نزد خودتون بگید. بسم الله. من حدیثی که نگاه کنید، حدیثی که مخالف قرآن نباشه، تطبیق باشه. شما چه کاره اید آقا محمد؟ شما چه کاره اید؟ من میگم تعریف حدیث صحیح. الان من این حدیث وافی که در اینجا میگه امام زمان کعبه رو خراب میکنه، حجر الاسود رو میکنه. ببینید یکی از طوائفی که حجر الاسود رو کندن و بردن در منطقه احسا، این شیعای قرمطی بودن که کعبه رو خراب کردن، 30,000 آجی رو کشتن، حجر الاسود رو کندن بردن در اونجا نصبش کردن. بعد از 30 سال کعبه حجر الاسود نداشت. یکی ابوطاهر قرمطی این کارو کرد، یکی این امام زمان شما این کارو میکنه که کعبه رو خراب میکنه، حجر الاسود رو میبره در مسجد کوفه نصب میکنه. شما میگید این روایت صحیح نیست، باطل است، دروغ است. تعریف روایت صحیح در نزد شیعیان رو بیان بفرمایید. تعریف صحیح حدیث صحیح اینه که حدیثی باشه که با قرآن مخالفتی نداشته باشه. امامت شما با قرآن مخالفت داره، صیغه شما با قرآن مخالفت داره، خمس شما با قرآن مخالفت داره، همه چیزتون با قرآن مخالفت داره. منتها آقا محمد این تعریف حدیث صحیح در نزد شیعه نیست. آقا این که جواب من نیست آقای انصاری، جواب من این نیست. جواب من رو بدید. شما پیغمبر به
همسرشون فرمودن که من اگر به خاطر قوم داوود اینا با خاک یکسان میکردم. نمیگفتم من پیامبر بازسازی میکرد. آقا محمد سیانمایی نکنید، خجالت بکشید، خجالت بکشید. آقا محمد اجازه بدید که من یک لحظه خجالت بکشید. امام زمان کعبه رو خراب میکنه، حجر الاسود رو میبره در مسجد کوفه نصب میکنه. پیامبر بازسازی میکرد. شما فرمودید که میخواست قبله رو بچرخونه. بله ادامه روایت همینه، میگه که مردم بعد از اون حج میرن به طرف همون میشه باطل، چون خلاف قرآنه. قبله تو قرآن مشخص شده. چیتون موافق با قرآنه؟ امامتتون رو از قرآن ثابت کنید، خمستون رو از قرآن ثابت بکنید، صیغه رو از قرآن ثابت بکنید، عصمت رو از قرآن ثابت بکنید. هیچ چیز مذهب شما از قرآن ثابت نمیشه. آقای انصاری این کعبه که شما میگید اون کعبه حضرت رسول حضرت ابراهیم نیست و اون قداست همون کعبه است، همون قداست رو داره. اگر همون کعبه نمی بود، همون قداست رو نمی بود. آقای انصاری پس حدیث‌های داخل کتاب‌های صحیح شما باطل، داخل صحیح بخاری ما قبول داریم و افتخارم میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم کعبه رو میخواستن بازسازی بکنن، اما این دجال آخر از زمان شما میاد حجر الاسود رو میکنه میبره در مسجد کوفه نصب میکنه. جواب من رو بدید. هر کس بخواد این کارو بکنه دجاله. حرف خوبی زدید. هر کس که بخواد کعبه رو خراب کنه و قبله رو ببره به خب این روایت شماست، کتاب شما اینو میگه. این روایت شماست، کتاب شما اینو میگه. دور اینا رو شما هرنو. آقای انصاری یه چیزی دیگه، شما تو سن ازدواج، من نمیخوام چیزا، شما سن ازدواج در اسلام دارین؟ مثلا شما وقتی میخواد ازدواج کنید زنتون چند سالش باشه؟ جایی مشخصه این؟ آقای محترم مثلا 4 ساله باشه، 3 ساله باشه؟ آقای محترم ازدواج بعد از بلوغ است. اینو بذارید کنار. شما میدونید شما میخواید از خمینی دفاع بکنید، اصلا قابل دفاع نداره، اصلا قابل دفاع نیست، اصلا قابل دفاع نیست. آقای محترم بذارید اونو. شما الان گفتید کلینی گفته که روایت های من کلینی گفته که روایت هایی که در کافی کلینی آورده اینها رو شما بر قرآن عرضه کنید. شما این سند رو نیاوردید که در کجا گفته، متنش رو نگفتید. من که خوندم برای شما، من خوندم خودش گفته آقا برای شما با دقت بخونید میبینید. من خوندم. نه بخونید که گفته باشه که احادیثی که من در کتاب کافی آوردم اینا رو بر قرآن عرضه بکنید، اگر که مخالف قرآن بود بزنید به دیوار. اون که ما خوندیم تموم شد. حالا شما بگید سن ازدواج شما حضرت رسول الله 7 سالگی با همسرشون 7 سالش بود. تشکر از شما. این کتاب کافی است، الاصول من الکافی، تالیف ثقة الاسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق الکلینی الرازی، جلد اولش. بله. در مقدمه خطبه کتاب جلد 8 صفحه 8 جلد اول، در اینجا میاد کلینی میگه که و ذکرت ان امورا قد اشکلت علیک، ذکر کردی که بعضی از چیزا بر تو یعنی چیز شده بود، مشکل بود و به قول معروف قاطی کرده بودی. لا تعرف حقائقها لاختلاف الروایه فيها، بعضی روایت ها رو در مورد یک موضوع 10 تا روایت هست، نمیدونستی که به کدومش استدلال بکنی. و انك تعلم ان الاختلاف الروايه فيها الاختلاف عللها و اسبابها، و اختلاف روایت هم دلیل اختلافش علل و اسبابش است. و انك لا تجد بحضرتك من تذاكره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، و تو کسی رو اونجا نداری که باهاش مذاکره بکنی، صحبت بکنی و این روایت ها رو، یعنی خلاصه مطلب اینه که صحت و سقم یک روایت رو پیدا بکنی. انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف، دوست داری که کتاب کافی در نزد تو باشد، یجمع فيه من جميع الفنون علم الدین، که در اون همه فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم، که کافی است برای یک طالب علم، یک متعلم دانش آموز، و یرجع الیه المسترشد، و کسی که میخواد ارشاد بشه به این کتاب برگرده. و یاخذ منه من یرید علم الدین والعمل به بالآثار الصحیحه، و کسی که میخواد علم دین بگیره با اون عمل بکنه به آثار صحیحه در این کتاب مراجعه بکنه. عن الصادقین علیهم السلام، که منظور ائمه است، و السنن القائمه التي عليها العمل، و اون سننی که باید به اون عمل بشه، و بها یودی فرائض الله عز وجل، که فرایض الله عز وجل رو انجام بده، و سنت نبی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و قلت، گفتم که لو کان ذلك رجوت ان یکون ذلك سببا یتدارک الله تعالی بمعونته و توفیق اخواننا و اهل ملتنا و یقبل بهم الى مراشدهم، که امیدوارم که الله سبحانه و تعالی این توفیق و این چیز رو نصیب بکنه به برادران ما که به راه راست برسن. فعلم یا اخی، این جایی بود که آقای
محمد از یزد بهش اشاره کردن. فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا يسع احدا يتميز شيئا مما اختلف الروايه فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الا على ما اطلقه العالم بقوله علیه السلام. میگه که در مسائل اختلافی، روایت های اختلافی که در بین علما هست، ما نمیتونیم در این مورد اظهار رأی بکنیم الا آنچه که عالم، منظور از عالم در اینجا امام زمان هست، طوری که در بعضی از کتاباشون گفتن اعرضوا علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوا. این چیزا را عرضه کنید بر کتاب الله، هر چی که موافق بود با کتاب الله اون رو بگیرید، و ما خالف کتاب الله فردوا، آنچه که مخالف کتاب الله بود فردوا. این عالم منظور امام زمان است، چون در روایتاشون گفتن که آنجا که میگه که عن العالم علیه السلام یا عن العالم قال فلان، این منظور امام زمان هست. و این روایت 17000 آیتی هم در همین کتاب است و اون چه خزعبلاتی که در این کتاب وجود داره در اون قرآن 17000 آیتی است که در نزد خود امام زمان است که بر این روایت ها صحه گذاشته ایشون. بعد میاد تا این مسئله رو تا اینجا احمد جان نشان بده. بعد از اون میگه که وقد یسر الله وله الحمد تعلیف ما سألت. میگه که و الحمدلله، آن چیزی که تو میخواستی که روایت های صحیحه باشه. اینجا رو احمد جان اگر نشون بده در این صفحه، در اینجا میگه که و یأخذ منه من یرید العلم الدین والعمل به بالآثار الصحیحه. این رو که در اینجا تو میخواستی و قد یسر الله وله الحمد تعلیف ما سألت، کتابی رو که تو میخواستی که روایت های صحیح در اون باشه، از معصومین باشه و کتاب صحیح باشه، الله سبحانه و تعالی اون را آسان کرد که منظور همین کتاب است. بعد از اون شرح میده در مورد این کتابش که این کتابش چی داره و در آخرش میگه و وسعنا قلیلا کتاب الحجه، کتاب حجهش رو کمی بزرگتر کردیم و ان لم نکمله علی استحقاقی، آنطوری که باید شاید کاملش نکردیم. بر صورت اینجا من یک مطلبی رو به خدمت آقا محمد نشون بدم، چون که شما در دین شیعه کاری نیستید. کسی که این کتاب رو اومده شرح کرده، این کتاب رو اومده در موردش توضیح داده، میدونید که ملا باقر مجلسیه. اینجا میگه که احمد جان نشون بده، کافی در کلینی میگه که علم الدین و العمل به بالآثار صحیحه، روایت های صحیح. آقای مجلسی، من اینو از لپتاپ خدمتتون نشون بدم. این کتاب مرآت العقول است فی شرح اخبار آل رسول، شرح کتاب کلینی است. در اینجا همین مسئله رو آورده، اینجا شرحش میده. و اینک تحب ان یکون عندك کتاب کاف یجمع من جمیع الفنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یاخذ منه من یرید علم الدین والعمل به بالآثار الصحیحه. در اینجا مجلسی میگه که قوله بالآثار الصحیحه استدل به الاخباریون على جواز العمل بجمیع اخبار الکافی. میگه الاخباریون، اهل حدیث شیعه به اصطلاح، اینا استدلال کردن که و اینجا که کلینی گفته که آثار صحیحه، این به این معنی است که جواز العمل به جمیع اخبار کافی، که همه کتاب کافی باید به اون عمل بشه. و کون کلها صحیحه، و این به این معنی است که همه آن صحیح هست. متوجه شدید؟ این در اینجا. من قبلا هم کلیپ های دیگری هم در این مورد صحبت کرده بودم که ببینید این کتاب الکنینی و الکافی است. در این کتاب چی میگه؟ میتوان گفت چون شهادت این دو شیخ بزرگوار در اول کافی و من لا یحضر کمتر شهادت اصحاب رجال نیست، یقینا بلکه بهتر است حقیر گوید که شهادت کلینی بر صحت کتاب کافی و صدوق در اول من لا یحضر و شیخ توسی در کتاب فهرست خود به آن که کافی اصح کتب اربعه است کافی است. و قال مولا محمد تقی المجلسی فی شرحی علی من لا یحضر الفقیه بالفارسیه. و همچنین احادیث مرسله محمد ابن یعقوب کلینی و محمد ابن بابوی قمی، بلکه جمیع احادیث ایشان که در کافی و من لا یحضر است همه را صحیح میتوان گفت.
علمای بزرگ شیعه میگن که آقا این روایت ها همش صحیح است. آقا محمد میگه که نه، این زباله‌دانی است. حالا من نمیدونم که این زباله‌دانی است یا کتاب کافی است، صحیح ترین کتاب شیعه. قضاوت با بینندگان عزیز و گرامی.